اگه آیفون میخری حواست باشه کلاه سرت نره. ببین چطور یه آیفون دست دوم مثل روز اول پلوب میکنن، جعبه رو میبندن، یه لیبل تقلبی میزنن و تمام. حالا اگه اینو بهت بفروشن از کجا میفهمی که نوع یا دست دوم؟ فقط یه راه مطمئن وجود داره که خود اپل به همه توصیه کرده. قبل از خرید این کارو حتما انجام بده. توی گوگل سرچ کن چک کاورج اپل و اولین سایت رو باز کن. سریال نمبر روی جعبه رو توی فیلد اول وارد کن. کد امنیتی رو بنویس و تایید کن. حالا توی صفحه‌ای که ظاهر میشه اگه تاریخ انقضای گارانتی رو دیدی یعنی این آیفون قبلا روشن شده. اما اگه آیفون واقعا نو باشه و هیچ وقت روشن نشده باشه، به جای تاریخ انقضای گارانتی باید پیغام اکتیویت یور دیوایس رو ببین. این ویدیو رو برای هر کسی که قراره آیفون بخره بفرست. شاید از یک کلاهبرداری بزرگ نجاتش بدی. بزرگترین مرکز تخصصی اپل در ایران، صالح کمپانی.